سلام و درود به شما همراهان همیشگی. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. امروز میخوام براتون داستان دختر تنها و پادشاه زیرک رو تعریف کنم. پیشترها به زمانی بس دورتر از ما در شهر شیراز پیرزنی زندگی میکرد که دختری زیبا داشت و دختر هنگامی که مادرش مرد تک و تنها شد. دختر زیاد گریه میکرد و همسایه ها او را دلداری میدادند و دختر میگفت مرگ مادر به یک کنار، تنهاییم کشنده است. گذشت چند ماهی از مرگ پیرزن سپری شد و دختر که نامش مرضیه بود روزی کوزه آبی برداشت و راهی چشمه شد. در آنجا دختران مشغول گفتگو بودند و هیچ کس چون او غم تنهایی را تجربه نکرده بود. دختر که کوزه را پر از آب کرد به دوش گرفت و راه به سوی خانه کوچکشان برد. در راه جوان هیکلداری از دیدن دختر که بر و روی قشنگی داشت طاقت از دست داد و عاشق شد. رد او را گرفت و به دنبالش افتاد و به در خانه دختر که رسید خواست خود را به داخل خانه کند که دختر زودی در را بست و جوان هم از آنجا دور شد. اما تیر عشق مرضیه در قلبش نشسته بود و بیچاره میگشت تا هر طور شده به دل دختر راه پیدا کند. دختر در خانه چون گذشته تنها بود و نورالدین عاشق که طاقت از دست داده بود و عقلش درست کار نمی کرد در پی آن بود که به درون خانه مرضیه راه پیدا کند تا آنکه روزی به نزد پیرزن مکاری رفت و قصه عشق خود را برای او باز گفت. پیرزن گفت به خواستگاری دختر برو و خود را از این تب و تاب خلاص کن. جوان گفت مرا در بساط هیچ نیست و آن حداقلی که هست کفاف ماهی بیش نمی کند. قصر دختر را باید به طریق دیگری دنبال کنم. پیرزن گفت راه دیگر چیست؟ نورالدین گفت پای مرا به خانه دختر باز کن و چند قران در کف دست پیرزن نهاد. پیرزن قول داد راهی پیدا کند و پله پله به مرضیه نزدیک شود. پس گفت دندان به روی جگر بگذار و چند ماهی صبر کن تا ببینم چه خواهد شد. فردای آن روز پیرزن مکار چادر به سر کرد، عصای کهنه به دست گرفت و به در خانه دختر رفت. در زد و مرضیه در را باز کرد و چون چشمش به پیرزن فرتوتی افتاد حری دلش فرو ریخت و به یاد مادرش اشکش به چشم آمد. پیرزن گفت ای دختر قشنگ، مریض و بیمارم و کسی نیست که از من نگهداری کند و جایی هم نیست که بروم. چند روزی مرا میهمان کن. مرضیه که وامانده بود چه کند دلش به حال او سوخت و گفت قدمت به روی چشم، وارد شو. پیرزن مکار که نعلین به پا کرده بود و عصا در دست داشت و چادرش را محکم گرفته بود به داخل خانه رفت و از آنجا به سر حوض رفت و وضو گرفت و گفت باید نماز به جا آورد. دختر سجاده پهن کرد و مهر گذاشت و پیرزن به نماز ایستاد. نمازش که تمام شد دختر چای آورد ولی زن مکار گفت روزه دارد و باید کمی دراز بکشد. هنگام افطار مرضیه که غذا پخته بود سر سفره آورد ولی پیرزن گفت خوراک من گوشت و برنج نیست و تنها قرصی نان و ذره‌ای نمک با خاکستر غذای افطار من است. و مرضیه هم باور کرد ولی گفت این برای پیرزنی که روزه میگیرد و خدای را عبادت میکند کافی نیست. پیرزن مکار گفت به همین عادت کرده اما همین طوری هم گذران میکنم و به رخت خواب رفت. هنگام خواب دختر پرسید ای مادر، گفتی در این شهر بی کسی و جایی تو را نیست، پس مثل من تنهایی، چه شد که به در این خانه آمدی؟ گفت غریبم و کسی را نمیشناسم، گذری به اینجا رسیدم و در زدم و شکر خدا که اکنون میهمان دست گلی همچون تو هستم. و مرضیه آرام گرفت اما چندی نگذشت که پیرزن از او پرسید کس و کارت کجاست و با این تنهایی چه میکنی؟ دختر گفت من غریب و رهگذر نیستم و مادر پیری داشتم که درگذشت و از آنجا که خواهر و برادر و پدری ندارم در همین خانه به تنهایی زندگی میکنم تا که کسی دست مرا بگیرد. و افزود از آمدن تو به این خانه خوشحال هستم و قدمت بر من مبارک که از تنهایی به درم آوردی. پیرزن مکار چند روزی را در خانه مرضیه به عبادت گذراند و به بیرون از خانه نرفت تا آنکه روزی گفت مرا هوای بازار شهر به سر زده و از خانه بیرون رفت. پیرزن به نزد نورالدین شتافت و قضایا را برای او تعریف کرد. بعد هم به خانه دختر بازگشت و زانوی غم به بغل گرفت. مرضیه پرسید ای مادر تو را چه شده که من از آن بی خبر باشم؟
گفت گفتن ندارد. گفت بگو. گفت از پیش تو که رفتم در بازار دختر بخت برگشتم را دیدم که شویش او را طلاق داده و حال سرگردان در این شهر شده و بیجا و مکان میان کوی برزن مانده. مرضیه حرف پیرزن مکار را به دل باور کرد و با خود گفت زن با خدایی چون او دروغ بر زبان نمی آورد و جا دارد که بگویم برود و دخترش را به خانه من بیاورد. فردا روز که خورشید برآمد مرضیه به پیرزن مکار گفت ای مادر، میهمان حبیب خداست، برو و دختر خود را به اینجا بیاور. مکاره دست به دعا بلند کرد و خدا را شکر گزارد و پس از آن از خانه بیرون رفت و با عجله به نزد نورالدین شتافت و گفت همه چیز رو به راه است و تو باید به جای دختر من شب را در خانه مرضیه بمانی. پیرزن مکار نورالدین را به شکل زنان شویی کرده درآورد و بیدرنگ با او به سوی خانه مرضیه به راه افتاد. مرضیه تا چشمش به دختری با آن بلند قامتی افتاد با شگفتی گفت این دگر چه فرزند درازی است که این زن دارد و لب گزید. شب تاریکی خود را به همه جا فرو انداخته بود که به یک باره پیرزن مکار گفت ای مرضیه، سر کوچه کار کوچک دارم، میروم و تندی باز میگردم و از خانه به در شد. ساعتی چند گذشت و پیرزن باز نگشت و مرضیه که دلی پاک چون چشمه داشت با خود گفت به مسجد رفته تا عبادت شبانه‌اش را به درگاه خداوند آنجا به انجام رساند و به دختر روی گرفته او یعنی نورالدین هیچ نگفت. شب به نیمه رسید و از پیرزن خبری نشد و مرضیه به نورالدین گفت چادرت را از سر بردار و اینطور روی مگیر که در این خانه به جز من و تو کسی نیست. نورالدین که منتظر فرصت بود چادر از سر برداشت و مرضیه تا آمد بگوید این نرقول کیست جسم سنگینی را روی خود حس کرد. نورالدین به زور از مرضیه کام گرفت و دختر که بیحال افتاده بود به خوابی گران فرو رفت و نورالدین که خسته شده بود خوابی ناخواسته او را فرا گرفت. مرضیه سپیده صبح هنوز نزده بود که بیدار شد و نورالدین را در کنار خود دید. زود از جا برخاست و به سراغ خنجری رفت که در گوشه‌ای پنهان کرده بود. آن را برداشت و آمد در قلب نورالدین فرو برد. نورالدین در غرقاب خون خود چندی دست و پا زد و بعد مرد. مرضیه جسد را در کیسه‌ای گذاشت و کشان کشان به در خانه آورد و از آنجا برد و در گوشه مسجدی که در کنار خانهشان بود انداخت و سپس بازگشت و دلنگران و پریشان به کنج اتاق خزید. سپیده صبح مردمی که راهی مسجد شده بودند متوجه جسد شدند و خلاصه در شهر پیچید، جوانی را کشته و در مسجد انداختند. از این رو بزرگ محل که سرپرستی مسجد را بر عهده داشت و رمل می‌دانست گفت جسد را به گورستان ببرید و به خاک بسپارید تا به وسیله رمل کشنده را پیدا کنند و به داروغه و قاضی شهر اطلاع دادند چه پیش آمده است. چندی نگذشت که شاه شهر هم از آن باخبر شد. گذشت و از رمل که قاتل کیست پاسخی بیرون نیامد و از آنجا که مرضیه خود را در خانه پنهان کرده بود و از ریختن آب رویش هراس داشت نوزاد را بغل کرد و به مسجد برد و در گوشه مسجد نهاد و تندی به خانه بازگشت. خورشید در نیامده بود که مردمی که راهی مسجد شده بودند نوزادی را دیدند که گریه می‌کرد و تنها بود. او را برداشتند و به خانه سرپرست مسجد بردند و او گفت در رمل دیده بودم که بین شب و روز نوزادی را به مسجد خواهند آورد که راز قتل آشکار خواهد شد و افزود اکنون او را بر می داریم و پیش شاه شیراز می بریم تا ببینیم او چه فرمانی می دهد. قاضی و داروغه و چند تن دیگر نشستند و گفتند چه کنند تا خواسته شاه برآورده شود. دست آخر به این نتیجه رسیدند که نوزاد را در 4 راه شهر بگذارند و کمین کنند و ببینند چه کسی به او نزدیک خواهد شد و پستان به دهانش خواهد گذاشت. چندی گذشت، زنان بسیار آمدند و رفتند و به نوزاد کسی توجهی نکرد تا آنکه دختری چون ماه شب 14 به سوی نوزاد رفت و او را بغل کرد و بوسید و پستان به دهانش گذاشت. مرضیه را گرفتند و به پیش پادشاه بردند و او را به اقرار واداشتند. مرضیه هر آنچه برایش پیش آمده بود به تعریف نشست و شاه دستور داد پیرزن مکار را به هر قیمتی که شده پیدا کنند. پس همه پیرزنان را در میدان شهر گرد آوردند و یک به یک به مرضیه نشان دادند.
نوبت به پیرزن مکار که رسید رنگش زرد شد و دست و پایش شروع به لرزیدن کرد. مرضیه او را شناخت و نشان داد. به دستور شاه فضله سگ و هیزم خشک فراهم آوردند و پیرزن را به میان آن فرستادند. پشته هیزم را آتش زدند و مکاره طماع در آتش شعله‌ور خاکستر شد. شاه که از زیبایی مرضیه دچار شگفتی شده بود و او را پاکیزه و تنها دید، دل به عشقش سپرد و از او خواستگاری کرد. مرضیه به خانه بخت رفت و دمی از پرورش درست فرزندش که پسر بود غافل نماند. اینم از داستان دختر تنها و پادشاه زیرک. امیدوارم که لذت برده باشین. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا یه ویدیوی دیگه بدرود.